بعد از 4 سال بحث و بررسی ها با بحث شرکت 7 برج در تاجیکستان نقطه گذاشته شد و 6 مسئول این شرکت متناسباً به 8 تا 11 سال زندان محکوم شدند. مقامات تاجیک میگویند این شرکت پول هزاران نفر را با راه فریب گرفته و برنگردانده است، اما مشتریان میگویند با زندانی شدن رهبران 7 برج مشکل حل نخواهد شد، چون آنها نتوانستند مبلغ‌های داده خود را بازپس بگیرند. صالحه شاکر و یک ساکن 67 ساله شهر دوشنبه و از شمار ده‌ها مشتریان شرکت 7 برج می باشد که دوام 4 سال باز نمیتواند مبلغ‌های داده‌اش را بازپس بگیرد. صالحه از حساب پس‌اندازهایش بیش از $3000 را به شرکت 7 برج سپارید و دوام 4 سال سرسانه به قبل نزدیکانش 1 درهم هم نگرفت. سلیم شائف، یکی از نزدیکان صالحه، در صحبت با رادیوی آزادی گفت: توش نشانه میگفت چند تا گفت یک تا بدی مایده یک تا کلام چه همسالی بچورا چند سال داودا کشکت و مزهش گرفتانی داولنی چی پیشی بچهش یک دو سه ماشین اونجا لیچینی مصرفه نه داودا جو همون چند بار همون سود چی میرفتون رو که سودی چند بار همون دعوت کدگی بودن ویرا رفتگی بودن و تمام. در قطار صلح در تاجیکستان هزارها نفر هستند که میگویند قربانی فریبکاری شرکت‌های شبهناک به مثل 7 برج و کیونت شدند. از جمله عبدالقاسم مصائف، یک آموزگار از ولایت سوخت، میگوید از عائله‌اش 4 نفر به وعده‌های مسئولین این گونه شرکت‌ها باور کردند و $10,000 خود را از دست دادند. این همصحبت ما میگوید به عوض مبلغ به آنها محصولات دادند که بعداً معلوم شد در بازار ارزش خیلی ناچیز دارد. او میگوید رولکس بدارد یعنی که کیلو بعد شاید از اون وقت کردن سریع 4 تا ارزش از موقع بود $10,000 هیچ فایده نیست همش شدن درسته. عبدالقاسم میگوید از بالای مسئولان شرکت به یگانجا شکایت نکرده است، چون برای راندن مبلغش امید ندارد. دو پسر عبدالقاسم 3 سال است که در مهاجرت هستند و برای برگرداندن $10,000 کار میکنند. تحلیلگران و آگاهان میگویند با زندانی شدن مسئولان شرکت 7 برج و یا چنین شرکت‌های فعالیتشان شبهناک مشکل حل نمی شود. علیشیر ظریفی، روزنامه‌نگار تاجیک که قضیه مذکور را دوام چند سال اخیر پیگیری کرده است، میگوید اصلا برخی مشتریان همین شرکت تقاضا داشتند که آنها همون مبلغ‌هایی که پیشنهاد کردند به همین شرکت دادن همون مبلغ‌هاشون را پس بگیرند و آنها چندان هوسمندی پشت پنجره رفتنی راهبران این شرکت نبودند، بلکه تقاضاشان آن بود که مبلغ‌های خود را گیرند. در همین حال مسئولان دادگاه ناحیه سینا شهر دوشنبه حاضر نشدند در این باره صحبت کنند. ضمناً در دادگاه ناحیه سینا روز 25 سپتامبر گفتند که 6 رهبر شرکت 7 برج را ماه گذشته با گناه قلابی، سوء استفاده از باوری مزاج برای سالهای گوناگون از آزادی محروم کردند. دادگاه آسیم جان معروفوف را به 8، عالب معروفوف عارف رسولوف را به 10 و سعید جان سعدالله‌اف، رحیم بیگ سعیدوف، شریف بیگ خوش محمدوف را به 11 سال زندان محکوم کرده است. این افراد همچنین بعد آزاد شدن از زندان تا 4 سال دیگر از حقوق اشغال منصب‌های دولتی و تجارتی محروم شدند. به گفته دادگاه رهبران شرکت 7 برج در طول 3 سال فعالیت بیشتر از $1,000,000 مبلغ مشتریان را از خود کردند. دادستان کل تاجیکستان ماه ایول سال 2013 فعالیت شرکت 7 برج را منع کرده و حسابهای آن را بست. دادستان کل آن زمان گفته بود که 7 برج مثل پیرامید مالی کار میکند و ممکن است از فعالیت آن مزداجانش زیان ببینند. اما مسئولان شرکت 7 برج قبلا در مرافعه دادگاهی گفته بودند که مقصد آنها فریب کردن مشتریان نبود، بلکه میخواستند با مبلغ جمع شده در شرکت محصولات خرید آن را فروشند تا برای خود و مشتریان منفعت آورند.